مطمئن هستم این کلیپ حتما شما دوستان عزیز در صفحات مجازی مشاهده کردید. یک طالب از گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ زمانی که مهاجرین از ایران اخراج میشه با درد و رنج و مشکلات خود و تمام سختی‌هایی را که اینا در مسافرت، در زمانی که اینا اخراج میشن و زمانی که بالایشان ظلم صورت میگیره، هر کدامشان که می یک عقده دارن، یک درد دل دارن و عقده و درد خود را در پیش کامرا یا پیش یک بزرگ بیان میکنن. و زمانی که گزارشگر میای همراه با این طالب مصاحبه میکنه و صحبت میکنه، این طالب آنقدر دلش پر میشه، آنقدر دلش پر میشه زمانی که درد مهاجر اینا خودشان حس میکنن. دوستان عزیز، یکی ما از طریق صفحات مجازی میبینیم، دل ما درد میکنه، اشک میریزیم، اما زمانی که خودت در ساحه باشی و عملا همون مهاجرین ببینی، از نزدیک ببینی، او حالت بالای بسیار زیاد تاثیر میکنه. هر رقم انسان سنگدل هم اگر باشی، بازم دلت رحم پیدا میکنه. ببینین طالب چگونه اشک میریزه، چگونه اشکایش میاد، هیچ خود کنترل کردن نمیتونه. و به مثل از این طالب، مثل از این برادر ما، هزارها برادر دیگه ما، هزارها گزارشگر که اونجا رفتن مصاحبه کردن، هزارها هموطن ما که اخراج شدن، هر کدامشون که میان گپ خدا که میزنن یا مایک پیششان پیش میشه، میگه چی درد داری، چی مشکل داری، خوارکای خرد خدا دیدم که اینجا گریان میکنن، برادرای ما گریان میکنن، کلان مردا گریان میکنن. این گریان‌های ناف نیست دوستان، از هر کدامشان درد دل داره، هر کدامشان مشکلات دیدن، یکی اولاد خود از دست داده، یکی خانه خود از دست داده، بالاخره به یک طریق نه به یک طریق هر کدامش درد دل داره. دیگه خیلی سخت است، خیلی ناراحت کننده است. خداوند بالای ملت ما، بالای مردم افغانستان رحم کنه.